خوبه. آره که راسته داوزه همه اصل کسان دپورت کسان روسا کاروچی خیلی میلاد پرستی کسان کدوم ولی همون خرد دپورت میکنه روید میکنه براد نه خالی بوم براد. گمان میکنم که این وضع سیاسی جهان جنگ در اوکراین دیگر چیزها تاثیر میرسونه ولی گمان میکنم که نسبت به مهاجرت آباد کردن این مکان خوبتر است چون که شاعر میگوید اون خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست اون خاک فریباس ولی خاک وطن نیست آینده هر یکی ما فرزندان بیره ها گمان میکنم که این تاجیکستان است. ما در اینجا خوبه که اینجا خودم گفتیست خوب کدسته طرف یه گفت در اون رو نرفتم نیت ندارم بسکر من بستیگر سواد ندارم نمیدونم بسکر همین راسته خوبه راسته خوبه جای وقتی کلینه گوشت دکتره بوده و در کل مکاکیش هم مجید کل میده این ما شیرونه بچه ما جونی میره باید من فرزند من شرایط کار زندگی هر یک چیز دوره دارد دوره بالا روی چیز دارد بالای پس روی دارد گمان میکنم که تاجیکستان چند سال پس سطح زندگی بنیادی جای کاری نو به سطح همون روسیه و اروپا میرسه. خب همین وزیرای در تاجیکستان ما در خوبتره کرده وطنی خودمون. همون فکر داریم که کدام که امکانیت دارد میره زندگیش در اینجا وضعینه شکر خدا زندگی ما سوز رفته است. خب که باشه همین زندگی خوب گذرشید.